تنها به اطلاع رسمی در 30 سال اخیر بیش از 3 میلیون نفر ترک قزاقستان کرده است. این آمار تنها آنهایی را که هجرت کردند در بر میگیرد، اما آمارهای خشک به سوال آنکه چرا رفتند پاسخ نمیگوید. قزاقستانی ها اکثرا به کشورهای اروپایی مهاجرت کردند. 2 میلیون نفر دیگر به روسیه رفتند. بیش از 1 میلیون قزاق تباران در آلمان به سر میبرند. در اوکراین 225,000، در بلاروس 70,000، یونان 27,000 و در چخیه 8 و پولش 6,000 زاده قزاقستان به سر میبرد. امسال نظر به سال قبلی 2020 خروج اهالی قزاقستان 30% بیشتر شده است. کشور آدمانش را از دست می دهد، شهروندان فعال و نیروی کاری. در میان آنهایی که ترک کشور کردن مهندسان، آموزگاران و دکتران هستند. در همین حال بخش تندرستی به کمبود متخصصان ورزیده روبرو است. کمبود متخصصان در دوره پاندمی سخت احساس می شود. متخصصان رفته ایستادند که می توانستند اینجا اقتصادی نو را رشد دهند. فرض کردیم پزشکان می توانستند توریسم معالجوی را رونق دهند و این می توانست یک بحث قدرتمند اقتصاد شود. متاسفانه این ظرفیت حالا استفاده نمی شود. مهاجرت در میان جوانان در قزاقستان معمول است. در شبکه‌های اجتماعی یک زمره نوارهایی میچرخند که درباره آمادگی برای دست کشیدن از شهروندی و در کدام گوشه جهان زیستن بهتر است معلومات میدهند. قهرمانان این گونه نوارها درباره آنکه چرا آنها ترک کشور کردند قصه میکنند. بعضی‌ها به خاطر آینده کودکان رفتند، قسمی را کروپسیا نگران کرده است. آنهایی هم هستند که آب و خاک وطن برایشان فارم نیست. البته حامیان حقوق محیط زیست و هوا جمع میشوند، مجلس میگذرانند، اما پیشرفته نیست. محاکمه میکنند، انا اکنون مرکز گرم و برق‌دهی را نوسازی میکنیم، همه چیز خوب میشود، اما نقلیات جمعیتی توسعه نمییابد. اما به التجای ساکنان مقامات محلی کم اهمیت میدهند و بیشتر آنها را به مهاجرت رفتن سبق میدهند. از جهت مهاجرت ساکنانش ولایت شمال قزاقستان در جای اول است. در 6 ماه سال 2021 این منطقه را بیش از 4,000 نفر ترک کردند. دولت عیبدار، حکومت گناهکار است. از کشور خوب آدمان فرار نمی کنند. من وطن دوستم، البته از اینجا کجایی نمی روم، اما همیشه مبارزه خواهم برد، احتمال تا زمانی که مرا نشکنند. مشکل به اصطلاح فرار مغزها برای قزاقستان نو نیست. موج بزرگ مهاجرت در میان سالهای 90 بیشتر به مشاهده می رسید، اما آن زمان مهاجرت آدمان بیشتر احساسی بود. حالا قزاقستانی ها دانسته مهاجرت می روند و قبل از آن دانش و ملکای خود را صیقل می دهند. متخصصانی که زبان انگلیسی را می دانند با دانش های معاصر جهانی آشنایند، می روند. رفتن آنها برای کشور تلفات کلان است. در بسیاری از عرصه ها افسوس وضعیت همین گونه است. حالا متخصصان پیشگویی کرده نمی توانند که آمار مهاجرت از قزاقستان تا آخر سال به چند می رسد، اما پیشبینی های خوشبینانه هم از تغییر یافتن وضعیت دلالت نمی دهد، چون که اساس برای آنکه آدمان در اینجا بمانند کمتر می شود.